سلام و درود، خوش آمدید به برنامه چشمانداز که نگاهی است به مرحله فعلی انتخابات در تاجیکستان، انتخابات ریاست جمهوری. در این مرحله از انتخابات چی می‌گذرد؟ شور و هیجانی که پیشبری نامزد یگانه مخالفان عین حال بابا نظر و به میان آورده بود کجا شد؟ چرا چنین حالت به میان آمد و از آن چه پیامدهای را میتوان انتظار داشت؟ همصحبتان ما عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف الله زاده در شهر دوشنبه و همچنین در همین شهر دوشنبه معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف. خوش آمدید. همچنین در ادامه برنامه نظر برخی از کارشناسان را خواهیم شنید و شروع کنیم از اینکه جناب سیف الله زاده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که از شرکت در انتخابات خودداری میکند. یعنی آن هم مثل حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میتوان گفت انتخابات را بایکوت میکند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، من میتوانم کمی گیلمند باشم از آن شرح و توضیحی که دوستان ما در وسایط اخبار در مورد مفهوم خودداری تا جای افراط به افراط راه دادن اشاره فرمایم. ببینید، وقتی یک انسان خودداری از خوردن یک طعام، یک خوراک یا رفتن از کجای خودداری میکند، این به معنای کاملا دست زدن به این خوراک بعدن یا اینکه رفتن به این خانه را ندارد. یعنی محدوده معین است خودداری از شرکت در انتخابات. یعنی این بویکوت نیست. بله، اعضای حزب میتونن در انتخابات شرکت کنند. ببینید، من باز گفتم که خودداری شورای سیاسی به همین لفظ یعنی اعلان داشت که حزب شورای سیاسی برای خودش اعلان نمی دارد، اعلان به تمام حزب می دارد. اما ببینید، وقتی که اگر من اشاره کردم که این خوراک برای من موافق نآمد، احتمال که یک نفر دیگر بگه که چرا اگر منم یک بچشم ببینم که چی، اگر او برود در ونج یا که در کدام ناحیه دیگر شرکت کند به هر طرزه، حزب مخالف شرکت نیست، اما تشویق هم کسی را نمی کند که روید به انتخابات شرکت کنید. خب یعنی این هم یک نوع اعتراض است. ببخشید، این هم یک نوع اعتراض است که البته اعتراض میتونه شما هم این به این طرز قبول داشته باشید. من گفتنیم که همین روند فعلی انتخابات حتی نتیجه آن برای حزب ما کدام توجه دیگر ندارد. جناب حکیموف، بایکوتی که حزب سوسیال دموکرات میگوید این از چی عبارت است؟ باید ابراز نمایم که بایکوت این واژه خارجی است. خودداری نمودن ترجمه زبان روسی و مضمون تاجیکی گفتن، یعنی مضمون یک است. از انتخابات خودداری کردن یا از رای دادن خودداری کردن یا از بررسی موضوع مشخص ضمن محاکمه آن خودداری نمودن، یعنی اشتراک نکردن. این اول است. واقعا این یک شکلی اعتراض نیز است، فقط با زبان تاجیکی بیان کردن، چون بایکوت زبان خارجی. این شاید تفسیر علمی من است و این نقطه نظری من. بایکوت شاید تحریم باشد. تحریم نه، یکم این کلمه ها، سینونیم ها، کلمه ها، عباره ها که مضمونش اصلا عمومیت دارد، ماهیت است. فقط مورد استفاده شاید در علم سیاست شناسی، حقوق، در جامعه و غیره و غیره. این اول است. یعنی من موافق هستم با شما که همین موقع گیری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست، یک شکلی اعتراض است. دوم، ما گمان میکنیم که اگر واقعا تقریبا 1.9 میلیون مهاجرین کاری که بیشتری اونها تحت تاثیر غایه های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان می باشند و اینچنین بنابر داشتن مشکلات و نداشتن امکانیت و شرایط برای عملی کردن حقوق های مهنتیشان در داخل کشور در خارج هستند و فرزنداشون و پیونداشون از مهر و محبت و صمیمیت و مناسبت انسانی محروم کردند، آنها از ما پیروی میکنند و اگر نظارت جدی شود و جامعه شهروندی و ناظران ملی و بین المللی صمیمی رفتار کنند، احتمالیت است که شهروندان در داخل تاجیکستان نیز کمتر در انتخابات اشتراک کنند
اما فکر کردم در همین لحظه که شاید عقیده کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک بهترین خلاصه برای این بخش از برنامه چشمانداز است که از همکارم خیرامانی بقازاده میشنویم. سعید برکه عبداللهیف و مسرور امینов میگویند فقط همین مانده است که اصلا نام پرزیدنت از حالا از تلویزیون اعلان شود. نفری دیگر با نام اعلاخان زرافشانی میگوید تا برکنار شدن آیین حال با نظر و از سبقت انتخاباتی بین او و دوستانش بحث های زیاده برخواسته بود برای این یک نامزد که اون رو همچون یک سورپریز ارزیابی میکردند، ولی حالا تمام این بحث ها خاموش شده است و اصلا آنها خواهش شرکت کردن در انتخابات را به عنوان رای دهنده ندارند. سیف سفر می نویسد شور و شوق انتخابات را نماینده اتحاد نیروهای اصلاحات خواهی تاجیکستان برد و از باقی کاندیدات ها نباید سبقت و مبارزه را انتظار شد. شهرت مولانوف کاربر دیگری فیسبوک می نویسد انتخابات یعنی چی؟ یعنی یگان چیز یا کس را انتخاب کردن، خوش کردن، معقول کردن، به خود مناسب دیدن و غیره است، ولی وقتی هیچ کدام پسند نیست چرا انتخاب میکنید؟ با عقیده سیاست شناس کامبیز احمدیان به جز یک نامزد بقیه نامزدها را تقریبا 95% انتخاب کنندگان نمیشناسند. و نهایت ایجابی دین همرویف گفته است که 6 نامزد که گویا با هم سبقت دارند در نهایت یک کس. وقتی دو حزب سیاسی تاجیکستان چنین شعار دادند و همچنین در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از انتخاب کنندگان نظر دادند، ما از کارشناسان پرسیدیم که اکنون حال و هوای انتخابات آیا چگونه خواهد بود؟ اصلا انتخابات تمام شد. انتخاب تا اون لحظه بود که یک اپوزیسیون واقعی وجود داشت. انتخاب تا اون لحظه بود که با نظر و امکانی وارد شدن به کارزار داشت. خب ما درباره آنکه چطور به این حال رسید انتخابات با برخی از کارشناسان صحبت‌های داشتیم. باید بگویم که چندی از آنها چنین عقیده را پیش می‌گذارند که در انتخابات این دو حزب تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات و همچنین چند چهره سیاسی و گروه‌های اجتماعی تلاش کردن یک راه نو، یک حادثه جالب، یک شکل دیگری را جستجو کنند و با این برنامه و با این را در انتخابات شرکت کنند. اما برخی از دیگر از کارشناسان بر این نظرند که اینجا شاید معامله صورت گرفته است و مخصوصا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مجرای خواستهای حکومت عمل نموده است و از جمله عقیده رئیس مرکز تحلیلی ایندم در تاجیکستان سعیدالدین دوستوف را داریم که حتی میگوید پیشبری آیین حال با نظر و یک نوع پیام به حکومت بود که حزب نهضت در این انتخابات شرکت نمی کند و اما می تواند کمک کند که انتخابات مشروعیت پیدا کند. خب محیدین کبیری در هوای خواسته های حکومت نامزدی آیین حال با نظر را پیشنهاد کرد و این البته سبب های گوناگون داشت. اگر یک سبب اساسی این میسیج دادن به حکومت که حزب نهضت اسلامی در همین مرحله آماده نیست برای قدرت تلاش کند و آماده است که به حکومت امام علی رحمان مشروعیت ببخشد، پس سبب های دیگر این بود که حزب نهضت اسلامی نخواست که در این معرکه سرمایه یا پولهای حزبی خود را مصرف کند. جناب سیف الله زاده با این عقیده جناب دوستوف چی میگوید؟ من اولا در یک حرف میگویم که کاملا با این عقیده راضی نیستم و حتی محکوم میکنم چنین یک تحلیلگری که واقعیت حال را ندانسته از همون زاویه تنگ خیش بهاگذاری میکنند. درست است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز از انتخابات اول ریاست جمهوری بعد از سازش صلح این گونه اتهام را پیوسته داشته است. یعنی ما را دائما به همین گونه اتهام اشاره میکنند که ما کارهای در پس پرده با حکومت داریم و کدام داد و گریف های دیگری را انجام میدیم. ولی اگر این گونه کارها می بود ضرورت تأسیس چنین یک اتحاد
با نام اصلاحات خواهان را که تلاش زیاد این حزب از خود داشت چی ضرورت داشت؟ درست است که اینجا هم دایره های زیاد مشکل ساختند و به هر طرز مخالفت کردند، یک گونه وانمود کردند که گویا نهضت هدفش انا همون طرزی که دوستی ما تحلیل کرده است به معنای دیگر همین است. ولی ما تا نهایی تمام تلاش ها را انجام دادیم، حتی پیام یا که مکتوب علاوگی هم به کمیر فرستادیم که باید این نامزدی ما ثبت نام شود. متاسفانه این به طور منفی پاسخ گرفتیم که دیگر از ادامه در یا شرکت در انتخابات از بین رفت. تشکر. در همین باره ما از کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان سوال کردیم و رئیس دستگاه این کمیسیون جناب عبدالمنان دادایف چنین گفت: اگر محترم و نظر و به خلاصه آمده باشند که تو 10,000 امضا 5% امضای عمومی انتخاب کنندگان در بر میگیرد، سوال پیدا میشه که معلمی محترم برای چی پیشنهاد نکردن حجت رو برای مسئله به قید گرفتن نگرفتن؟ این مسئله پیدا میشه. بر پیشنهاد نکرده چون ابراز کردن که گویا که 5% در بر میگیرد، این اساس کلا نادرست است و بی اساس میباشد. باید که پیشنهاد میکردن حجت رو در اینجا می آموختیم، می دیدیم که در حقیقت همینقدر امضا هست یا نه، چقدر در اصل امضا جمع شده است، معین میکردیم و می دیدیم و بعد مسئله حل میکردیم، مسئله به قید گرفتن یا نگرفتن. جناب حکیم ببینید، یک البته همچون حقوق شناس و همچون سیاستمدار درباره واژه کانسپیرولوژی خبر داره. همین گونه یک کانسپیرولوژی هر روز در رسانه ها به چشم میخورد، دیده می شود از جانب تحلیلگران، از جانب شرکت کنندگان بحث ها در شبکه اجتماعی که هدف از پیشبری نامزد یگانه اینید در سیمای خانم بابانظر و این بود که از نامزدی جناب رحمت الله ظاهرов رئیس حزب شما پیشگیری شود. شما به این عقیده راضیید یا مخالف؟ با رعایت ترتیب مقرر گردیده اینید به خلاصه آمد که در اساس گذشتگونی ها و عمومیت هدف و منفعت ها و با در نظر داشت آن که بابانظر و کفیل تطبیق و عملی گردانی کانسپت اینید در رابطه با دولتداری معاصر و حیات جمعیتی در تاجیکستان شد و زمان ریاست جمهوریش هم نیز با از 2 تا 2 سال محدود می شد و من بعد زمینه ها و شرایط مساعده برای دایر نمودن یک انتخابات شفاف و آزاد مهیا میکرد. ما راضی شدیم که نامزدی عینی حال بابانظر را دستگیری کنیم و اگر بعضی بحث ها در مورد نامزدهای احتمالی از جمله محیدین کبیری، رحمت الله ظاهرов، حاجی محمد عمرov و غیرها بودند، پس بعد مورد بررسی و تحلیل خیلی جدی موافق مقصد دانسته شد که محض عینی حال بابانظر و در شرایط معاصر با طلبات ها و کریتریه های مربوطه موافق است. اگر حالا ما صحبت های سیف الله سفرov معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان را شنویم، ایشان بر این هستند که با وجود پیشبری عاقلانه و جالب این دو حزب و طرفداران آنها نتوانستند تعداد در ضروری امضاها را جمع آوری کنند. در اینجا سببی نه گویم مانع شدن حکومت ها است، نه سببی یگان خلل رساندن یا امضا نکردن مردم است، بلکه خود آنهایی که مسئول این کار بودند آنها درست و جدی به این کار مناسبت نکردند و این البته همه مردم میدونند. برای همین در اینجا بحث هم دیگر بیفایده است، چون که اگر حزب نهضت اسلام و حزب سوسیال دموکراتی صمیمانه و درست این کار خودشان یعنی قرار خودشان رو پیگیری میکردند و آواز جمع میکردند، میتوانستند، چون که 201,000 جمع کرد، پس 9,000 دیگرش اصلا هیچ چیز. حالا جناب سیف الله زاده به این سخنان سیف الله سفرov شما چی گفته میتونید؟ باید باز هم همین چیز رو اشاره من کنم که بسیاری از تحلیلگران حتی از دایره های حکومتی و دیگر به طور مستقل هم
البته این حق را دارند که چنین یک چیزی بگویند، ولی از واقعیت حال خیلی دور هستند. درست است که پیدا شدن چنین یک نامزد در افکار سردمداران اتحاد نیروهای اصلاحات خواه برای عموم این گونه تحلیلگران غیر چشم داشت بود، چون در طول سال پیوسته می گفتند که یا این می شود یا اون می شود یا کسی دیگری که یعنی در مطبوعات مطرح است و با یک طرز در سیاست وارد است. وقتی که این گونه شخصیت از جانب اتحاد نیروهای اصلاحات خواه با مطبوعات و با جامعه مطرح شد، اینها افکار مطرح خودش را گم کردند، نتوانستند که چیزی دیگری بگویند. باید به این شکل یعنی افکار جامعه را به این طور شکل میدادند که دو حزبی که نمیتواند با هم مناسبتی برای دورنما مناسبت جدی داشته باشد، در همین مرحله هم نمیتوانند اینها از نامزد یگانه جانبداری کنند. تشکر جناب حکیموف. به اندیشه من ما بار دیگر شاهد آن شدیم که نوبسته از به تصویب رسانیدن اسناد حقوق بین المللی به خصوص در ساحه حقوق و آزادی های انسان و شهروند، تاجیکستان و رهبریت سیاسی کشور نیت و هدف گسترش روندهای دموکراتی را ندارد و با در نظر داشت ویژگی های فرهنگی و تاریخی کشورهای آسیای مرکزی و تمدن شرق بار دیگر اثبات کرد که ما با ماهیت شکل جمهوری و دموکراتی داشتن دولت که شرط اساسی آن با اصولهای دموکراتی و شدن حاکمیت سیاسی است صرفا نرفتیم و برای این اراده سیاسی وجود ندارد. تشکر از همصحبتان ما. عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جناب حکمت الله سیف الله زاده و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکر جان حکیموف، خدا نگهدار.